خب با سلام خدمت همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. بهشتی هستم، مکانیک. خب بچه ها میخوایم در مورد مایچه استارتی صحبت کنیم. تر نقره‌ای که استارت هم داره و سری قدیمی ها هست و نسبت به مایچه هایی که مشکی هستن و کلید قطع و وصل هم متفاوت هست و دیگه از قسمت های راهنما جدا هستن و چراغ و استارت دارن. خب از این قسمت برای وصل کردنش دوستان، سیمی که مجزا میاد از چند تا سیم هست بچه ها. یکی رنگ آبی، سفید، قهوه‌ای، زرد و مشکی و زرد خط قرمز. خب بچه ها برای استارتش فقط شما کافیه مشکی بدید به قرصیوچ و زرد خط قرمز که مربوط به استارت هست، مستقیم از اتوماتیک استارت میاد، به استارت وصل کنید و زرد هم که از شارژ کن میاد به زرد، قهوه‌ای هم مستقیم به خطر عقب.